سلام اول متعلق به همه شما رفقای پایه رادیو پیک بود. سلام دوم متعلق به همه هموطنانی بود که توی نیویورک ترکوندن و سفر شیخ اعدام به آمریکا رو به کام خودش و ولی فقیهش زهر حلائل کردن. سلام سوم هم متعلق به فصل نارنجی پوش پاییزه که داره از راه میاد تا خاطره تعطیلات تابستون امسال رو بشوره و ببره. اولین ترانه برنامه رو هم تقدیم میکنیم به خوبای تظاهرات نیویورک که خطاب به شیخ فری گفتن برو بیرون. آقا دیدین این ترامپ چی کار کرد؟ یعنی هرچی از دهنش در اومد بار حکومت آخوندی کرد. رحم و مروت هم که در کار نبود. قشنگ در محضر نمایندگان ممالک جهان شیلنگو گرفت از بالا تا پایین آخوندا رو شست و رفت. بی وقفه بدون توپق. اون نماینده حکومت آخوندی در نشست سالانه مجمع سازمان ملل هم که عین بز نشسته بود و داشت حرفاشو با دقت کامل گوش میداد. خب بابا حداقل پا میشدی یه مشتی لگدی کفشی دمپایی عمامه چیزی پرت میکردی به طرف ترامپ دل مقام عظما خنک شه لااقل. حالا همه اینا به کنار، من عاشق اون مترجمی شدم که سخنرانی ترامپ رو تو شبکه خبر تیوی ریش ترجمه همزمان میکرد. بنده خدا توی معذوریتی گیر کرده بود که در حد تنبون آرمانهای امام راحل از هم گسیخته. جلوگیری بکنیم. ما مشکلات دیگه ای رو هم با کشورهای دیگه داریم. ایران صحبت‌هایی میکنه برای از بین بردن اسرائیل. The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people. Rather than use its resources to improve Iranian lives, میتونه زندگی ایرانی ها بهتر باشه. ترامپ میگفت این دولت یک کشور ثروتمند رو با تاریخ و فرهنگی غنی به کشوری منزوی و به لحاظ اقتصادی تهی شده از سرمایه بدل کرده. مترجمه میگفت به تعبیر ما میتونه زندگی ایرانی ها بهتر باشه. ترامپ میگفت به غیر از قدرت نظامی عظیم ایالات متحده تنها قدرتی که رهبران ایران از آن هراس دارند قدرت مردم ایران است. مترجمه میگفت ارتش آمریکا قویه، مردم ایران هم قویان. ترامپ میگفت حکومت ایران دسترسی به اینترنت رو محدود کرده، ماهواره ها رو ساقط میکنه، به سوی دانشجوهای معترض آتش میگشاید و اصلاح طلبان را به زندان میاندازد. مترجمه میگفت بسیاری اتفاقات تو ایران میفته که از نظر ما غیر قابل قبوله. اخوی یه نفر در حد ABC هم انگلیسی بلد باشه میفهمه که داری چرند ترجمه میکنی. بده من اون میکروفونو، بده من ترجمه کنم یاد بگیر. بده من، برو اونورتر بشین یاد بگیر. یکی از مخاطرات امروز جهان این است که برخی از مردم ایران حلیم را با نمک میخورند و این موضوع علاوه بر برهم زدن امنیت منطقه، اکوزیست جهانی را نیز به خطر میاندازد. ما هم تلاش میکنیم با همپیمانهایمان عادت خوردن حلیم با نمک را از بین مردم ایران از بین ببریم تا این گونه امنیت جهانی بازگردد. همه گزینه‌ها را از روی میز برمی‌داریم و به جاش دیگه حلیم رو خواهیم گذاشت. حلیم. Vakasiye canımdan Özüm şunu ağasiye boyundan Vakasiye canımdan Kızıl gülün şahasiye boyundan. خب تو این بخش میخوایم یک کاردستی خیلی باحال و جنجالی بهتون یاد بدیم. لطفاً مراحل رو به درستی انجام بدین تا کاردستیتون خوب در بیاد. اول از همه به یه جعبه کارتونی نیاز دارین، یه چیزی تو مایه‌های کارتون خالی کفش.
حالا یکی از این ساعت‌ها که میذارن بالا سرتون صبح دیرینگ دیرینگ صدا میکنه تا بیدار شین. آها دقیقاً از همونا. آفرین. بازش کنین، اون صفحه ساعتشو با عقربه‌هاش از جاش در بیارین، با چسب دو قلو بچسبونینش به اون کارتون کفشه. تو مرحله آخرم برین یه چند تا سیم زرد و قرمز از این باریکاشا، باریک بیارین بچسبونین به این ساعت و جعبه کارتونی. بس کردین؟ احسنت. خسته نباشید. جان؟ چیه؟ ای بابا تابلوئه که. اینی که الان دست شماست یه بمب ساعتی خیلی خفن و امنیتی جهت ترور شبانه شخصیت‌های نظام. بله، شوخی که نداریم که، خیلی هم خطرناکه. واقعا که شما چطوری دلتون میاد تو جزیره ثبات و امنیت تو روز روشن راست واسه خودتون بمب ساعتی درست کنین؟ بگیرین دستتون بعد این ور اون ور راه بیافتین. چطور میتونین شما اینقدر تروریست باشین آخه؟ لابد میخواین این بمب دستاتون هم ببرین نجف آباد بولوار حججی، همونی که سرش رفت روسری نره، بذارین زیر یه ماشین یکی که سرش بره که بمبش نره. به همین خیال باش. اگه نمیدونین بدونین، اخویای سپاه حواسشون به همه چیز و همه جا هست. اصلا سپاه یه تیم عملیاتی زیر ماشین داره که نصف شبا تو خیابون میچرخن زیر ماشینا رو چک میکنن که یه وقت بمب ساعتی، بمب دقیقه‌ای چیزی زیر ماشینای مردم نباشه. بعدش هم چک و خونساش میکنن و بدین ترتیب حواس همه از ماجرای اختلاس لو رفته 2 میلیارد دلاری سپاه پرت میشه و کلاً خبر اختلاس 2 تا از سردارای سپاه زیر بمب ساعتی کاردستی شما فراموش میشه. بله، الان یاد گرفتین؟ وقت من مست زد به دلم دست بین مست مزن چون شکننده است، دست بین مست مزن چون شکننده است. وقت من مست زد به دلم دست بین مست مزن چون شکننده است، دست به این مست مزن چون شکننده است. نه اینکه ما بچه شهرستانیم، واسه همین زیاد با کوچه خیابونای تهرون آشنایی نداریم، فلذا هر وقت میخوایم خیابونای پایتخت رو گز کنیم مجبوریم بزنیم تو این اسمش چیه، جی پی اس، گوگل مپ، اینا ببینیم که کدوم وری واس بریم. در همین راستا دیروز طرفای غرب تهرون مختصر کاری داشتم، آتیش کردم برم اونوری، زدم تو گوگل مپ گفت اتوبان آیت الله حکیم شلوغه. خب این هیچی. اتوبان آیت الله رفسنجانی هم که از اعماق جهنم کماکان ترافیک، خب اینم هیچی. بعد اتوبان آیت الله نوری هم که مثل همیشه رابندونه، آیت الله دستقیب هم که اصلا حوصله‌شو نداره، خسته است، آیت الله خمینی اعصابش خورده، یادگار امام هم که در دست تعمیر، هیچی دیگه. کلا هر کی تو این تهران بخواد از شرق به غرب و برعکسش تردد کنه مجبور از وسط آزادراه یا آیت اللهی، آخوندی، شیخی چیزی عبور کنه. همینطور هاج و واج و مستعسل دنبال یه نیم جاده باز و راه باریکه‌ای که بی ترافیک به سمت غرب بره بودم که یهو دیدم ایول یکی از این اتوبانا بازه. فوراً زوم کردم ببینم کدوم یکی از این آیت الله هست که در کمال ناباوری دیدم اتوبان مصدق. جان، اتوبان مصدق وسط تهرون؟ اتوبان مصدق مگه میشه؟ مگه داریم؟ پی ماجرا رو گرفتم ببینم چطوری شد که مصدقم اتوبان دار شد، اونم تو پایتخت جمهوری آخوندی، که خبر اومد بله گوگل مپ واسه روکم کنی آخوندا به صورت کاملا خودجوش اسم اتوبان آیت الله کاشانی رو به اتوبان مصدق تغییر داده. یعنی ای جونم گوگل، رحمت به اونی که به تو شیر داد. بالاخره یکی تو این دنیا پیدا شد حرف ما رو قبول کنه و بفهمه که اگه فقط یه راه باز تو این مملکت وجود داشته باشه، اون راه مصدقه، نه اتوبان‌های این آخوند ماخوندای پیزوری. والا اگه اسم جک و جونورا و گلبوته‌ها رو روی خیابونای این شهر بذارن شرف داره به این که اسم این آیت الله ها رو. گوگل خان ببینم چه میکنی ها؟ مصدق 2 نفر، مصدق بیا بالا، مصدق 80 میلیون نفر، بدو آقا بدو، حرکت کردیم ها. پشت دیوار شب یه راهی داره که میره یه راست بر خونه یه ستاره، 4 قدم از ور دل ما که رفشی میبینی ماه شب 14 داره، خورشید خانم و ابروشو هر دیداره، خورشید خانم و ابروشو هر دیداره. دیروز قبل از ضبط رادیو با بچه‌های رادیو بدجور هوس شعله زرد کردیم. بعد همه مخلفاتشو پیدا کردیم به جز گلاب.
شعله زردم که میدونین بدون گلاب اصلا مزه نداره. خلاصه دکون به دکون چرخیدیم آقا پیدا نکردیم. گفتیم بریم تو این عطر و ادکلن فروشی‌های پاریس یه دوری بزنیم، بلکه تو انباریشون یه شیشه گلابی، عطر محمدی چیزی پیدا کنیم. یه 2-3 ساعتی گشتیم تا اینکه بالاخره تو یکی از این فروشگاه‌های عطر و ادکلن مارک در قلب پاریس به زبان غلیظ فرانسوی پرسیدیم داداش ادکلن ایرانی دارین تو مغازتون؟ یعنی اینکه داداش ادکلن ایرانی فلان. که اونم سریع جواب داد بقه داغیم اونهاش ادکلن تهقان. یعنی بله داریم. همینجوری با انگشت بهمون نشون داد. رفتیم دیدیم گلاب که نیست، ولی یه ادکلن به اسم تهران با مارک لیلا حاتمی، همین خانم بازیگر سینما. اونم توی 2 مدل، هم مردونش بود هم زنونش. آقایی که شما باشین، حالا ما که بیخیال شعله زرد شدیم و یه مختصر شیر برنجی دور هم با رفقا زدیم، ولی خدا وکیلی از این بازیگرا خواهشمندیم دقت کنن که یه وقت این ابتکارات جدیدشون به گوش مراجع عظام و آخوندان نرسه، وگرنه دنیا رو بوی گند برمی‌داره. حضرت عباسی ما طاقت نداریم فردا بریم ادکلن فروشی ببینیم که عطر احمد خاتمی، ادکلن فیروزآبادی، ادکلن مصباح یزدی، وای اسپری احمدی نژاد. Elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris. Elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris, c'est pas que je critique. و اما گزارش آب و هوا. آب و هوای این روزهای مطبوعات داخلی و نشریات سراسر کشور خراب گزارش شده، به نحوی که با تخته شدن در روزنامه وقایع اتفاقیه به دست مدیر مسئولش، توده‌ای از ابرهای پراکنده بیکاری و خودسانسوری به سمت وزارت ارشاد در حرکت افتاده. همچنین گرد و غبار قابل توجهی نیز بر روی دکه‌های روزنامه فروشی‌های سراسر کشور رؤیت شده که به نظر می‌رسد با بارش فراوان باران و تگرگ نیز قابل شستشو نیست. همچنین با توجه به مه‌آلود بودن جاده‌های منتهی به وضعیت صنفی مطبوعات ایران، از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خواهشمندیم که با نور بالا وارد جاده شوند. دمای هوا در خبرگزاری فارس 80 درجه بالای صفر، کیهان نزدیک به نقطه جوش و دمای هوا در وزارت ارشاد نیز منفی 15 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری شده است. ما در رادیو پیک دلمون هوای شما رو میکنه، شما هم دلتون هوایی نباشه ولی پر باشه از آب و هوای تازه. اولین حمله ددمنشه خب جا داره که در این قسمت از برنامه ازدواج سوم آخوند نمیرالدوله نظام جنتی رو به مقام عظمای ناقص و محضر مجلس خبرگان سالمندان تبریک بگیم. خدا وکیلی بهتر از این بلد نیستم تبریک بگم. همیشه به عروس و داماد میگن ایشالله به پای هم پیر شین، ولی این جنتی رو چی بگیم؟ خب ایشالله به پای هم فسیل بشین، به پای هم نفت خام بشین، به پای هم تجزیه بشین. خب چی بگیم آخه؟ والا از خدا که پنهون نیست، از شما شنونده عزیز هم پنهون نباشه. ما هر روز صبح که از خواب پا می شدیم یه نگاهی به تقویم میکردیم، یه نگاهی به شناسنامه جنتی، یه نگاهی هم به برنامه اسرائیل. ولی از وقتی که این خبر از وقتی خبر ازدواج سوم جنتی توی 91 سالگی رو شنیدیم، به جای نگاه کردن به تقویم و شناسنامه جنتی، هر روز میریم سر جاده چالوس وای میستیم ببینیم این سوگلی کی میاد ردشه بره شمال ماه عسل. سوگلی از رابیا و ناز و تناز، سوگلی از رابیا و ساز و آواز، سوگلی از رابیا در آرو بکن، سوگلی از رابیا عشق و صدا کن. خب بچه‌ها دفتراتونو باز کنین، دیکته این هفته رو بگم. در خاورمیانه هر اتفاقی که رخ می‌دهد به خاطر آمریکا و اسرائیل و انگلیس است. وضعیتی که سوریه دارد به خاطر غربی هاست. حکومت ما نقشی در سوریه ندارد.
ناامنی عراق هم تقصیر غربی هاست، ربطی به ما ندارد. کشتار مردم یمن هم کار غربی هاست، آن هم ربطی به ما ندارد. آقا اجازه یمن کجاست؟ یمن یک کشوریه در جنوب خلیج فارس، اما خب الان دیگه نیست. بنویسید. به هم ریختگی افغانستان نیز کار جهان استکبار است، کار ما نیست. در مجموع هر رخداد و تحولی که در خاورمیانه رخ می‌دهد کار جهان استکبار است، اما روی کار آمدن بنیانگذار انقلاب کار خودمان است و کشورهای غربی کاری با آن نداشتند. آقا اجازه انقلاب رو با کدوم ق می‌نویسن؟ با ق دسته‌دار. ولی خب حالا تو با هر قی که دوست داری بنویس. کی بود من نبودم، من که دروغ زن نبودم. شاید باید میپرسیدم، بیشتر از این میفهمیدم. شاید باید میفهمیدم، اسیر ناباوریم. آفتابی شو من یکی خاکستری. در پایان میخوایم تصور کنیم که تغییراتی در ایران رخ داده و دیگه خبری از سانسور و حذف و ممیزی نیست. چشماتون رو ببندین، یه نفس عمیق. ایران رو بدون سانسور تصور کنین. میرین کتابخونه محلتون و توی قفسه‌های کتاب دنبال نویسنده مورد علاقتون میگردین و پیداش میکنین. هر کتابی که دلتون میخواد، از هر نویسنده‌ای که دوست داشته باشین. نفس عمیق. با خانواده راهی سفر میشین و توی راه موزیک خواننده مورد علاقتون رو توی ماشینتون پخش میکنین و کیف میکنین. باهاش بلند میخونین. هر خواننده‌ای، هر ترانه‌ای، زن و مرد، اینوری و اونوری، 6 و 8 و رپ. نفس عمیق. بلیت سینما میخری و پای فیلم مورد علاقت ساعتها لذت میبری. هیچ سکانس و دیالوگی هم حذف شده نیست. نفس عمیق. تو همایش دانشگاه به تو و رأی مخالف تو به یک اندازه تریبون میدن و نظر تو بدون ترس از ستاره دار شدن و سانسور شدن عقایدت عنوان میشه. دیگه هیچ نویسنده و کارگردان و هنرمند و خواننده‌ای به خاطر اینکه همسو با حکومت نبوده قیچی نمیشه. تصور کن، فقط تصور کن، ایران بدون سانسور، ایران بدون ممیزی، ایران بدون حذف. ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن از تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهن.